دوام میدیم. گفتیم درس گذشته درباره دیدار پروردگار گپ زدیم و امروز هم این موضوع رو به آخر میرسانیم. بعد از این صحبت میکنیم درباره بی علم صحبت کردن درباره پروردگار و تا چه اندازه گناه بودن و درباره با هم دیگر تلاش و تفتیش کردن در این مسئله. درباره دیدار پروردگار آیات و حدیث ها رو در یادتون باشد درس گذشته گفته بودیم که برای تکرار کردنش به فکر من یگان حجت نیست. خواهرانی که میخوان از نو درس رو گوش کنن الحمدلله ثبتش هم در تلگرام و هم در یوتیوب هست. درباره دیدار پروردگار که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شما روز قیامت همون گونه که در دنیا ماهی شب 14 رو میبینید پروردگارتون رو میبینید. خواهران عزیز ببینید در دنیا آیا کسی پروردگار رو دیده است یا ندیده است؟ اینجا یک مسئله هست. چیزی دیگر این است که در آخرت آیا کسی مثلا بجز مؤمنان الله را میبیند؟ دیدار مؤمنان فقط به مؤمنان نصیب میشود یا همه آن را میبینند؟ این یک مسئله دیگر است. و در شب معراج پیامبر آیا پروردگار را دیده بودند یا دیده نبودند؟ این یک مسئله دیگر است که همش رابطه دارد به چی؟ به علم عقیده. اولا درباره این که آیا در روز قیامت در آخرت مؤمنان هم کافران هم الله را میبینند یا نه؟ درباره‌اش یگان کامل و روشن که کافران هم میبینند الله را کامل و روشن دلیل آمدگی نیست. یعنی با پروردگار صحبت کردنشون، پروردگار به آنها حوال دادنشون آمدگی هست، اما آنها هم پروردگار را میبینند یا نه در این باره راستی گفت من کاملا بحث نکردم. اما در کتاب در شرح طحاوی میگویند سه چیز در این باره گفته شده است. یکی اینکه در روز قیامت در همان محشر وقتی حساب و کتاب هست هم مؤمنان هم کافران تمام خلایق پروردگار رو میبینند. بعد از این پروردگار رو فقط مؤمنان در جنت میبینند و کافران فقط در یک حالت غضب پروردگار رو که از آنها راضی نیست میبینند. در بعضی جایها گفته شده است که نه فقط مؤمنان میبینند پروردگار را، اما کافران صحبت میکنند و از دیدار پروردگار کاملا محروم هستند. در بعضی جایهای دیگر اومده است که منافقان همراهی مؤمنان میبینند و کافران نه. یعنی همین گونه چند قول ها هست. برای همین نشر یعنی آیا کافر میبیند یا نمیبیند، ما یقین داریم که مؤمنان میبینند، یقین داریم به این چیز. همین برای ما کفایه است. درباره این تلاش کردن و تا حد کفت و کاف کردن به فکرم به عقیده ما یگان خیلی فایده ندارد. و درباره چیزی دیگر خواهران عزیز، آیا کسی در دنیا الله را دیده است؟ علل خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم که عجیب حدیث در صحیح بخاری است که عبدالله ابن عباس و ما جعلنا رؤیا التي اریناک را میگویند این آیت درباره چی آمده است؟ درباره دیدار پروردگار آمده است. ولی حضرت عایشه حدیث از صحیح هست از حضرت عایشه که میگویند کسی که میگوید محمد صلی الله علیه و سلم پروردگارشان را یا رسول الله پروردگارشان را در شب معراج دیدن دروغ میگوید، برای اینکه پیامبر فقط یعنی پیامبر الله را ندیده بودند. برای همین یعنی این که پیامبر الله را در شب معراج دیدن این فقط سخن صحابی جلیل عبدالله ابن عباس است. و میدونید که بعضا صحابه های هم بعضی خطا که میکنند که شاید بعضی علما طرفدار باشن، اما حضرت عایشه میگویند وقتی مسروق از ایشون میپرسد که خودشون هم که از شاگردان عبدالله ابن عباس هستند، حضرت عایشه میگویند چیزی گفتی که موی بدن آدم دیگر راست میشود، پیامبر پروردگار را ندیده بودند. و در ما حدیث در صحیح مسلم است خواهران عزیز، وقتی ابیذر از پیامبر میپرسند که آیا تو پروردگار را دیدی؟ پیامبر میگن من نور رو دیدم. چگونه چه پروردگار رو ببینم؟ یعنی من حجاب را پرده از نور رو دیدم. من پرده از نور رو دیدم. چگونه پروردگار رو دیدم؟ یعنی از این یعنی همین روایت ابیذر که در مسلم است حدیث حضرت عایشه رو قوی تر میکند که پیامبر چی گفتن؟ پیامبر گفتن نه من الله را ندیدم، من فقط پرده رو از نور دیدم. و گفتیم که حضرت موسی وقتی میگن میخوام تو رو ببینم، الله چی میگوید؟ کوه با آن قوتش و با آن بزرگیش دیدن مرا تاب نمی آورد، برای اون که در دنیا مخلوقات از این عاجز هستند. قوه بصری آنها هم عموما جسم آنها هم این را طاقت نمی کند. و همینجا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست
خیلی میخوام حدیث رو شما هم گوش کنید خواهران عزیز. حدیث درباره پروردگار است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن، حدیث در صحیح آمدگی هست، در صحیح مسلم: ان الله لا ینام و لا ینبغی له ان ینام. پیامبر میگن الله هرگز خواب نمیکند و شایسته او نیست که او خواب کند. یخفض القسط و یرفعه. او رزق بنده ها را بالا میکند یا پایان میکند، یعنی با حکمت خود رزق بنده ها را تقسیم میکند، به کسی زیادی میدهد، به کسی کمی که او میداند که کی به چقدر رزق لایق است و این چنین عمل ها به نزد او بالا میشوند و پایان میشوند. و میگویند یرفع الیه عمل اللیل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل اللیل. به نزد پروردگار کارهایی که یعنی عملهایی که شما انجام میدهید، هر عملی که در شب انجام میدهید پیش از عملهای روزانه اتان میرسد و هر عملی که در روز انجام میدهید پیش از شب میرسد. یعنی یقین بدانید که تمامی در شب کرده های شما، چی دیدید، چی گفتید، چی کردید، به نزد پروردگار میبراید. پروردگار از آن آگاه است. تمامی کرده های روزانه شما به نزد پروردگار میبراید. همینجا کلمه یرفع خواهران عزیز بالا برداشته می شود. یک دلیل دیگری است که پروردگار در بالا هست، با قدرت و با علم و با کمکش با ما هست، اما خودش در بالا است. در دوامش پیامبر میگویند حجابه نور. پرده که بین پروردگار و مخلوقات هست از نور است، از نور است. دوامش میگن لو کشف لاحرقت سبحات وجهه منتهى الیه بصره من خلقه. سبحان الله. اگر میگویند همون پرده برافتد، یعنی پرده برافتد، جمال و عظمت بزرگی چهره الله، هر چیزی که دیدار یعنی بیناییش الله احاطه کند آن را میسوزاند. یعنی تمام موجودات سوخته خاکستر میشوند، نابود میشوند از چی؟ از جلال و جمال پروردگار. یعنی تمامی چیز سوخته نابود میشوند. این معنیش چی است؟ اینکه خلایق در این زندگی دنیوی قدرت تحمل دیدار پروردگار را ندارند و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پروردگار را ندیده بودند در روز قیامت، بلکه خیلی که در حدیث آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم نور را دیده بودند. در دوامش الله میگوید در سوره انعام آیه 103: لا تدرکه الابصار. با چشم ها الله را درک کرده نمیتواند، دیده نمیتواند. یعنی ابصار چشمایی که در دنیا هست، اما در قیامت باذن الله خیلی که در حدیث صحیح آمد مایان باذن الله با پروردگار نصیبمون کند پروردگار رو میبینیم. و اینجا خواهران عزیز مسئله درباره دیدار پروردگار. اولا خیلی که گفتیم هر کسی که در مسئله پروردگار صفتهای الله گمراه شد، اینها نفرانی بودند که عقل خود را به میان گذاشتن و گفتن عقلمون قبول نکرد، ما هم قبول نمیکنیم و معنایش رو دیگر میکنیم، تعویلش میکنیم یا تعطیلش، یعنی معنا رو دیگر میکنیم. و همینجا وقتی که ما درباره دیدار پروردگار صحبت میکنیم که در جنت میبینیم، نباید خواهران عزیز به خود اجازه دهید، به هوا و به شیطان اجازه دهید که چگونگی الله رو به شما تصور کنند. چون اگر شما تصور رو شروع کردید بعضاً به کفر می روید. مثلا کدام وقت مسلمان ها به همین مشکلی ها دچار شدن، درباره دست الله صحبت میکردگی شدن، درباره کلامی گفتنی الله صحبت میکردگی شدن، درباره چشم الله. زمانی که مسیحی های زیاد مسلمان شدن و میدونید که مسیحی ها یک خطاگی جدی در دینشان دارد. یک گروهی آنها میگویند، کاتولیک ها بود یا پرواسلاو ها، نمیدونم، از هر دوشان یک حاضر آمیخته کرده استادم، میگویند عیسی خدای بود در زمین، یعنی خدای آسمان در جسم عیسی در زمین راه میرفت به شکل عیسی در زمین، یعنی در جسم عیسی خدا داخل شده بود. نعوذ بالله. با همین کتی چی میگفتن؟ دست عیسی دست خدا بود، پای عیسی پای خدا بود. همین گونه آنها کلا میدونید که آنها از دین آسمانی هیچ چیز ندارن، کلا کافر هستن. یعنی الله یگانه رو این گونه تشبیه کردن. انا همون مسیحی ها وقتی مسلمان میشوند و مسلمان ها شبهه اندازی رو شروع میکنن. در قرآنتون الله میگوید دست الله کشاده هست، ولی یده مبسوطتن، میگوید الله دست الله چخیل کشاده میشود، این خیل کشاده میشود، این خیل کشاده میشود. بعد مسلمان ها چی میگویند؟ به او باید جواب دهید که
نه و قدرت الله هست. ما دست به الله نمیگیم مثل شما که شما به الله دست عیسی رو دست میگید. همین گونه مسلمان ها نخواسته برای رد زدن به این مسیحی ها و یک چند فلسفجی هایی که عقل رو بالا می آورند، این گونه صفت های الله رو اکثریتش رو کاملا چیکار کردن، معنیش رو دگرگون کردن، در حالی که پیامبر این را نکرده بودند، صحابگان پیامبر نکرده بودند. یگانه از صاحبان چهار مذهب، چه ابو حنیفه رحمت الله علیه باشد، چه امام مالک باشند، چه امام شافعی و احمد، این کارو نکرده بودند. و همینجا وقتی که ما درباره دیدار پروردگار گپ میزنیم، هرگز اجازه ندهید عقلتون این چیز رو کفت و کف کند، برای اون که ما با خیال خود، با عقل محدود خود این چیز رو درک کرده نمیتوانیم و ما چی میشویم؟ یک باره بعضن به گمراهی آشکار، بعضن به کفر و عموما این کار کردنی که نعوذ بالله پروردگار وجود داشته باشد که چه خیلی بوده است و یکی نباشد، چی آدم از دین خارج می شود. و همینجا یعنی درباره الله وقتی صحبت می رود، یکی از مصیبت هایی که در بین مسلمان ها هست خواهران عزیز، آسان ترین چیز شدگی هست صحبت کردن درباره دین و درباره آیات ها. بیاید ببینیم همین حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه به صحابگان غضب کرده بودند. حدیث در مسند امام احمد است. عبدالله ابن عمرو ابن عاص صحابی جلیل میگویند باره من و برادرم در یکی از مجلس ها یعنی نشست های بزرگان صحابه اشتراک کرده بودیم که من آن نشست را از همه چیز بالا میدانم، یعنی از حتی شطور سرخ که مثلا یکی از قیمتترین چیز در آن وقت بود، از اون هم آن مجلس رو، آن نشست را بالا میدانم. و میگن ما آنجا نشسته بودیم من و برادرم که یکی صحابه ها بینی هم صحبت کردند و به یک دیگری آیت گفتند و در بعض آیت ها به همدیگر تلاش کردند که این آیت معنیش این نیست، اگر این آیت معنیش این باشد این آیت چی؟ یعنی آیت را به آیت گرفته زدن را شروع کردن. یعنی شما آیت میگید انا این آیت است بر ضد آیت تو، مثلا همین مناکتی، همین چیز در حدیث هست. آره در باره حدیث مثلا وقتی یک چیز در حدیث میگن مثلا راست ایستاده آب خوردن، وقتی میگیم نشسته آب خورد، پیامبر نشسته آب خورد گفتگان میگن اما پیامبر راست ایستاده آب خوردن، با این چی میگویی؟ یعنی حدیث رو به حدیث میزنن، اما پیامبر آب زمزم رو راست ایستاده خوردن. یک دویمش وقتی که پیامبر نشسته خوردن رو من کردند و خودشون راست ایستاده خوردن، یعنی راست نشسته خوردن افضل است، راست ایستاده خوری هم گناهکار نمیشوی. همین خیلی ما حدیث رو جمع میکنیم. یعنی بعضی ها هستن حدیث رو به حدیث میزنن، آیت رو با آیت میزنن. اکنون نگاه کنید، عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگوین یکی حدیث آیت را به هم دیگر چیکار کردن؟ دلیل گرفتن که یکی پیامبر خارج شدن فخر و پیش از این میگن حتی ارتفعت اصواتهم، حتی صدایشون بالا شد. یعنی صحابه ها در وقتی به یک دیگر آیت گفتن و تلاش کردن یا گفتیم بحث و مناظره کردن، یکی صدایشون بلند شد. و این در مسجد بود و میدونین مسجد در به خانه پیامبر دیگر پیوست بود. پیامبر میگویند فخرج رسول الله مغضبا، غضبناک پیامبر از خانهشون خارج شدن. قد احمر وجهه، حتی چهره هایشان سرخ شده بود. یرمیهم بالتراب، خاک رو گرفته با بالای صحابه ها پرتافته، خاک رو گرفتند و نزدن. یعنی این یک نمودی چی است؟ یک نمودی زجر است، یعنی یک نمودی تنبیه دادن است که عزیزان نگاه کنید وقتی پیامبر این حالت رو میبینن که صحابه ها با هم نشسته قرآن را به یک دیگریش تو این گفته باشه انا این را میگویم به این چی میگویی، گویا دلیل میزنن، پیامبر با غضب خارج میشوند با چهره سرخ، حتی یرمیهم بالتراب، خاک را به سوی آنها میچوشند و میگویند مهلا یا قوم، آرام باشید ای قوم، و بهذا اهلکت الامم من قبلکم، با انمین کارها امتهای پیش از شما بوده هلاک شده بود. با کدام کارها؟ بی اختلافهم علی انبیائهم، با اختلاف و تلاش کردنشان درباره پیامبرانشان که پیامبر این گفت نه این گفت نه این بود نه اون بود، و ضربهم الکتب بعضها ببعض، و با زدن کتاب یعنی آیت های کتاب یکیش رو به دیگرش، تو این گفتی به این دلیل من این است. در دوامش پیامبر چی میگن؟ این القرآن لم ینزل یکذب بعضه بعضا،
قرآن رو الله نازل نکرد که یک آیتش آیت دیگر رو تکذیب کند، دروغ شمارد. تو آیت بگویی و آیت من آید و آیت تو رو تماما چکار کند، دلیلت رو نابود کند که گویا آیت دیگر رو ویران کند. و اینما نزل یصدق بعضه بعضا، بلکه قرآن نازل شد تا که یک دیگریش رو آیت ها تصدیق کند، یک دیگریش رو قوی کند. فما عرفتم منه فاعملوا به، هر آیتی که معنایش رو فهمیدید به آن آیت عمل کنید، به آن آیت عمل کنید. و ما جهلتم منه فردوه الی عالمه. سبحان الله. و هر آیتی که نفهمیدید، اینجا نشسته به یک دیگر صدا بلند کنان این آیت به این آیت هست نگفته، به عالمش برگردونید، به اهل علم برگردید. چرا با هم تلاش میکنید؟ و به همین هم قصه و هم حدیث نگاه کنیم خواهران عزیز. اون زمان که صحابه ها با خود یکدیگر رو حقارت نکردن، یکدیگر رو تو کافری نگفتن، یکدیگر رو با پدر و مادر نعوذ بالله طعنه نزدن، فقط صداشون در وقت دلیل بلند شد که پیامبر حتی خاک چاشیدن. امروزه این دو سه با گفت عالم هایی که یکدیگری رو با آیت و با حدیث میگویند و لعنت میکنند و طعنه میکنند، به فکرتون پیامبر باشن اینها رو چیکار میکرده باشن؟ اون زمان صحابه ها رو با این رفتارشون که خاک چاشیدند و گفتن چیکار میکنی همه تو. یعنی اینجا پیامبر نگاه کنید، راهنمایی پیامبر میگوین یک چیز رو فهمیدی عمل کن، نفهمیدی دربارش تلاش نکن، برو از یک عالم بپرس، از اهلش بپرس. یعنی در اسلام به علم گپ زدن یکی از گناههای کبیره است خواهران عزیز. الله در سوره اعراف میگوید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغي بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله میگوید بدانید پروردگار برای شما حرام کرده است تمام نمود فحش و پلیدی و بی‌حیاگی را، چه آشکار باشه چه پنهان باشه، و این چونین تمام نمود گناه ها را، و این چونین به همدیگر ظلم کردن را، و این چونین این که به الله شرک بیاورید در حالی که دلیل ندارید به این چیز. یعنی برای به الله شرک آوردن یگان دلیل وجود ندارد، بودن الله همیشه آشکار است. و میگوید در آخرش و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این چونین الله برای شما حرام کرده است که درباره الله آن چیزی که نمیدانید بگویید. یعنی درباره الله، درباره صفاتهای الله، درباره خود پروردگار، ذات پروردگار، درباره قانون الله، دین الله، چیزی که نمیدونید گفتنش رو الله برای شما حرام کرده است که ببینید به این حرام کرده چقدر خواسته و نخواسته دست میزنن. نمیدونی بگو من نمیدونم، دربارش خبر ندارم. چرا خود رو گناهگار میکنی؟ نه ما شرم داریم که ما نمیدونستیم، ما میخوایم گپ رو خوش رو کنیم، گپ بازی کنیم، مجلس رو تصفانیم، یک قصه های دروغ درباره آیت یک نمیدانم، لیکن همین خیل شنیدم با شنیدنت هرگز که علم نمیشود. یعنی الله چی میگوید؟ برای شما این رو هم حرام کردیم. در سوره اسراء هم هست آیت 36 الله میگوید ولا تقف ما لیس لک به علم، در جایی که علم نداری صحبت نکن، گپ نزن، علم نداری خاموش بایست. برای اینکه یکی درباره الله چیزی میگوید که گناه است. و همینجا خواهران عزیز وقتی الله میگوید درباره چیزی نمیدانی صحبت نکن، این فقط مسئله عقیده نیست، درباره شخص ها هم همین خیر. در سوره تفسیر سوره نور پیشتر خوانده بودیم، الله نصیب کند باز میخونیم که یک نفر رو ندانسته با گمانت یکی گفتی او مثلا زیناگر است، بالای تو 80 دره خوردن، 80 شلاق خوردن فرض می شود، در دنیا نخوردی در آخرت میخوری. یعنی درباره انسان ها هم همین گونه، نمیدونید گم نزنید، خبر ندارید، به چشم خود ندیدید، به گمان خود گم نزنید، خود بیخبر هستیم و چگونه به گناه دست میزنیم. و در دوامش میگوین ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسلیم والاستسلام. یعنی امام طحاوی میگوین هرگز اسلام شما، داخل شدن شما به اسلام ثابت نمی شود مگر اینکه هر چیزی که در شریعت علل خصوص در اسماء و صفات، در صفتهای پروردگار آمده است، کلن قبول کنید آن را، به آن تسلیم شوید.
یعنی معنیش این است که تو زمان مسلمانی حقیقی میشوی که هر چیزی که از پروردگارت آمد، از کتاب قرآن و هر چیزی که از پیامبرت شنیدی یا هر چیزی که از پیامبرت نقل شده است، تو در کتاب، تو در دست حدیث های صحیح داری، تو باید بیچون و چرا قبولش کنی. تو باید اون رو قبول کنی که این چی هست، من تسلیم شدم، از پروردگار آمد، از پیامبر گفتن، من اون رو قبول کردم. ببینید امروز سوال های عجیب و غریب است که من هرگز مثلا مقصدم کم شماریدن یا گفتیم تنقید کردن و عموما پس دانستن نه. فقط یعنی یک نفر مسلمان به شانش میزیبد چرا پیامبر نوتو زن گرفت، چرا پیامبر در 40 سالگیش بعداً پیامبر شد، تا 40 سالگی چرا نشد، چرا پیامبر در سجده سبحان ربی الاعلی گفت و در رکوع سبحان ربی العظیم گفت، چرا پیامبر یا چرا در قرآن میراث زن این گونه آمده است، الله چرا این رو کرد و اون رو نکرد. این مگر مسلمانی هست؟ یعنی شما تصور کنید، عادی مثال، شما به نزد طبیب رفتید، طبیب قلب گفت، طبیب دل رفتید، برایتون دارو نوشت، آیا به او میگه چرا این دارو رو نوشتی؟ شما کلا قبول میکنید چون قبول کردید که او طبیب شما هست. همه خیلی نیست؟ میرویم هر چی دارو گفت چرا نگفته میگیریم، اومده مطابقت میکنیم، یعنی گفته دکتر رو میکنیم، هرگز نمیگیم که چرا کنم، برای اینکه شما الکی قبول کردید. امام طحاوی میگن وقتی تو مسلمانی تو باید هر چیزی که از پیامبرت و از اللهت اومد به یگان شک و شبهه اون رو قبول کنی، نگویی که نه همین چیز رو عقل من نگرفته ایستاده است، من قبول ندارم. نه، در آنجا در مسلمانی تو شبهه است که کمی بد میگوین. نگاه کنید و نزد صحابه ها پیامبر هر چی میگفتن آنها قبول میکردن. مثلا امروز درباره صفات‌های الله، مثلا بسم الله، درباره صفت نازل شدن الله در سه آخر شب به آسمان دنیا نازل می شود و گناهگاران را هر کسی که توبه کند می بخشد، هر کسی که دعا کند اجابت می کند. آره حدیث صحیح آمدگی است. الله چه خیل نازل می شود، نازل شویش چه خیل، آسمان دنیا به چه خیل می آید. به فکر شما، به فکر صحابه ها این سوال نمی آمد یا که صحابه ها این گونه سوال دادن را بی تقواگی می دانستند، بی آدابی می دانستند؟ پیامبرت گفت تو باید گوش کنی. چگونه که شما هرگز چه خیلی گفتم نزد یک طبیب متخصص وقتی می روید چرا دارو رو این گونه نوشته گفته به او چیزی نمیگوید؟ طبیب هم میگه اگر خودت طبیب هستی چرا اینجا اومدی؟ برای همین اینجا چی است؟ این آیت و حدیث هایی که به شما از پیامبر گفتن نباید اولا مسلمان بیچون چرا آن را قبول کند، اما بعضا برای رفتن شک من فقط من قبول دارم، فقط واضح تر میخواهم، مسئله رو کمی روشن تر میخواهم، من به این قبول دارم، من شک شبهه ندارم. چگونه که حضرت ابراهیم گفته بودند در سوره بقره در یادتون باشد ربی ارینی کیف تحیی الموت، پروردگارا چگونه تو مرده رو زنده میگردانی به من نشان ده. شما فقط برای زیاد شدن یقینتون اگر پرسیدید ان شاء الله باکی ندارد، اما نه همین چیز رو عقل من نگرفته سوده است. من به همین شبهه دارم، چگونه که گفته معتزلی ها گروه کلان عقلی که چی میگویند وقتی که آیت و حدیث به عقلت زید آمد، آیت حدیث رو معنیش رو تغییر ده و عقل خودت کتیکار کن، یعنی آیت حدیث رو نابود نکن، فقط معنیش رو دیگرگون کن، اما عقل همیشه پیش است. اما شریعت همیشه از عقل بالا هست، آیت و حدیث، چون عقل انسان متفاوت است، دیگرگون است. بعضی عقل ها هست که هیچ چیز رو قبول نداره. به هر عقل یعنی نگاه کرده گپ میزنم گفتنم بزن نمیشه و چون عقل مردم هر گونه است و بعضی عقل ها چیز رو قبول نمیکنه. در این وقت چیکار میکنی؟ عقل تو پیش از این گفته نمیشود. و در دوامش امام طحاوی میگویند فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم یقنع بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید و صافی المعرفت و صحیح الایمان. هر کسی که میگویند در جایی که با علم گفته نمیتوانی، عقل تو نمیرسد، اونجا رو من تسلیم نمیشوم، عقل خودم رو چیکار میکنم؟ کار میفرمایم، من باید در این باره کفت و کف کنم. گفت در جایی که عموما جای عقل رو استفاده کردنی نیست با عقلم میکوام. گفت در اینجا میبینید که او محروم میشود هم از توحید و هم از ایمان صحیح و هم از معرفت کامل به شریعت. برای چی؟ برای اون که
تو قدرت نداری ای انسان، تو جسم خودت رو تا حاضر کشف کرده نمیتوانی. ببینید چقدر دکتران قلب هستن که بسیار مسئله های دل رو نمیدونن، میگن ما همین جوش رو نمیدونیم، اینش رو دیگر ما نمیدونیم. چقدر دکتران خودتون میدونید، متخصصان زمین لرزه ما چقدر داریم که میگن یکی این زمین لرزه چه خیلی شد ما نفهمیدم موندیم. انسان همین گونه عاجز است، عاجزی خود رو قبول کرد. نباید به هر چیزی که عقلت نمیرسد اینقدر دوتاز کنی که الله در آیت دیگر میگوید، آیت حج، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. از انسان ها یعنی مردمی هستند که درباره پروردگار به یگان علم، به یگان نمود علم مجادله میکنند. یعنی علم ندارد، دست به کتاب نزده است درباره الله چی گفت، الله در کجاست، یجادل سبحان الله، بحث و مناظره میکنند. همین گونه انسان ها هستند و الله میگه اینها کی هستند؟ و یتبع کل شیطان مرید، هر یک شیطان های مرید رانده شده از طرف پروردگار رو اطاعت میکنن. یعنی علم نداری و درباره پروردگار صحبت میکنی، بجز لشکر شیطان و پیروی شیطان که استادت شیطان است که تو از الله نترسیده در این باره گپ میزنی، در حالی که میدونی که علم نداری چیزی دیگر نیستی. در دوامش الله میگوید کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب سعیر. همین گونه پروردگار تقدیر کرده است که کسی که شیطان رو موالات میکند، دوستی میکند، پیروی میکند، الله او را به عذاب سعیر جهنم میفرستد. و در آیت دیگر الله میگه، اون هم در سوره حج، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. انسان هایی هستند که درباره الله مجادله میکنن، تلاش میکنن، قطعی بحث میکنن، هیچ علمی ندارن، یگان خیلی دلیل ندارن، یگان خیلی کتابی ندارن، نه آیت نه حدیث، فقط با عقلشون. زردشت هایی که امروز در تاجیکستان هستند، دوستی اتئیست هایی که هستند، وقتی میبینی یک درباره پیامبر صحبت میکند، یک درباره خداشناسی گپ میزند، تو چی داری، چی خوندی درباره الله که امروز این گونه گپ میزنی؟ در دوامش الله میگوید ثانی اطفیه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامة عذاب الحریق. با تکبر نگاه میکند، یعنی تکبرانه این عمل رو انجام میدهد، در حالی که مقصد اساسی از چی است؟ گمراه کردن مردم از راه الله است. در دنیا برایشان خاری هست و در قیامت برایشان عذاب سوزنده را میچشانه. در آیت دیگر الله میگوید، یعنی وقتی درباره و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا یهدی قوم الظالمین، اینها میگه پیروی هوای خود هستند، پیروی نفس خود هستند. برای اون که هوای خود را چکار کردن؟ اطاعت کردن، از پیش رفتند و درباره پروردگار به غیر علم گپ زدن. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقط از پی گمان، و گمان من این گونه هست، و گمان من این گونه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که چی میگویند؟ ان ابغض الرجال الی الله الد الخصم، بدترین مردم در نزد پروردگار الد الخصم، در وقتی تلاش کردن خیلی غضبناک شونده ها و تماما در وقتی تلاش کردن از خود رونده ها هستند. علل خصوص باز هم آنها در وقتی تلاش اگر به علم تلاش کنن یا گفتیم به علم سپار کنن، که ما زیادی با کلمه روسی استفاده میکنیم. و همین گونه خواهران عزیز، در همین یک چی دیگر، در مصرع دیگر امام طحاوی برای ما میگویند شمایان وقتی مسئله درباره الله هست، مسئله درباره قبر است، مثلا عموما مسئله های عقیدوی هست، در اول درس گفته بودیم که مکان عقیده قلب شما هست. شما معنویات به آن باور میکنید، اون رو به چشم دیده کفت و کف میکنم، به دستم قپیده، به عقلم کفته میابم گفته نمیتوانید. برای اون که مسئله های غیب و مسئله های غیب داخل میشود. و اینجا چی میگویند؟ عقل رو به اینجا استفاده نبر. در دوامش میگویند فیتذبذب بین الکفر والایمان والتصدیق والتکذیب والاقرار والانکار موسوسا تائها شاکیا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مکذبا. کسی که میگن در مسئله های صفات الله، در مسئله های چه خیلی گفتیم عقیدوی که عقل مجال ندارد کفت و کف میکند، بین کفر و ایمان، بین تصدیق کردن و
دروغ شماریدن، بین اقرار کردن و انکار کردن حیران میماند. نه یعنی همیشه در حیرت است، این خیلی باشد چی، اون خیلی باشد چی. نه مؤمنی صادق می شود، نه یک کافری انیق. یعنی نه کافریش معین است، نه مؤمنیش معین است. میگن من به الله باور دارم، اما در موردی مثلا چشم الله یا درباره اینکه الله به مثلا بالای عرش است، الرحمن علی العرش استوى، یا اینکه به نزد الله عمل ها برداشته میشه و من این چیزها رو قبول نمیکنم، عقلم نمیگیره. تو مؤمنی یعنی بعضی آیات ها رو قبول نمیکنی، بعضی دیگرش رو قبول میکنی. برای همین چی میگوین این گونه انسان هایی که یعنی تو اندازه به خود جرأت میدهند با اون همه ضعیفی عقلشون که نه این چیزها رو من درباره شک دارم. مثلا به نزدیکی بود سبحان الله خواهری تاجیک بود، خواهرانی عزیز، به الله قسم همراهش خودم صحبت کردم. من به الله باور دارم میگوید، اما من به قبر باور ندارم و میبخشد. میگوید همین به جنت هم اینقدر باور ندارم. الله هست، الله یاردممان میکند، اما من به جنت باور ندارم. یعنی عقلم نمیگیرد که چه خیلی میشود، چه خیلی همه به جنت میدارد. گفتم با همین گپ از دین خارج میشوی، با همین گپی حاضرت از دین خارج میشوی. عیناً همین روز وقتی کتاب رو یک نظر کردم، عیناً سخنی همون خواهر تاجیک به یادم اومد که سبحان الله شخصا میشناسمش. میگوید من به الله باور دارم، به محمد صلی الله علیه و باور دارم، اما به جنت من شک دارم. چه خیلی میشن، میگوید چه خیلی زنده میشویم. سبحان الله. تصور کنید. امام طحاوی هم میگن وقتی تو کاملا به تمام گفته های الله تسلیم نمیشوی، نه من همین چیز رو یک بار فکر کرده برایم گویان میگردی، نه مؤمنی نه کافری، نه تصدیق کننده ای، نه دروغ شمارنده ای، مذبذب هستی، یکی به این طرف یکی به این طرف که بودند تعیین نیست. نه مسلمان باید چیکار کند؟ جزمن من اعتقاد دارم، من یقین دارم. اما یکی گفتید برای زیادی ایمانم همین چیز را یک کمی دیگه میخواهم بپرسم. انشاءالله در اینجا شک شبهه نیست و باز هم به پروردگار باید همیشه دعا کنیم که پروردگار از تمام این گونه شک و شبهه ها قلب های ما رو پاک کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ثبت قلبی علی دینک میگفتند، با اینکه چی است در خودشان پیامبر بودن، پروردگار و قلب مرا ثابت بدار، یعنی یکی قلبم این طرف و اون طرف نرود. باز یکی از دعاهایشان در صحیح مسلم است، میگفتن اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک. پروردگار در مسئله هایی که اختلاف می شود در آن مرا به آن هدایت کن، من راه راست را پیدا کنم، یکی گمراه نشوم. اینک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این تو هستی که هر کسی را خواهی به راه راست هدایت میکنی. که همیشه دعا کنیم پروردگار قلب ما را ثابت دارد، ترس از خودش رو در ما جای کند که به علم و ندانسته درباره الله و درباره دینش اینقدر زبان درازی نکنیم و در مسئله هایی که شک شبهه می آید یک بار خود را به دست گیریم و به پروردگار برگردیم، یک ما هم گمراه شده نرویم. این بود درس امروزه. الله نصیب کرده باشد دوام درس رو ان شاء الله سه شنبه دیگر دوام میدیم.